یکی از کارهای بزرگی وای میخائیل سرایشگر در آن است که جنگ سرد برهم داد. بسیار خطاهای سیاسی کرد، خطاهای انسانی کرد و بی‌جرأتی کرد. یک دولت ابرقدرت که در شکل نو تشکیل می‌یافت همون را هم استفاده کردن نتوانست. گورباچوف گناهگار کرده ایستادن که گویا که پاشخوری اتحاد شوروی با وی نسبت داده. نه، این مرحله تاریخی و با یک قله چه رسیدگی بود که وی به گورباچوف هم نمیشد، دیگر کس نمیشد و خوی نخوی دولت پوش میکرد. نه که گورباچوف رول میگن که رول شخص در تاریخ رول گورباچوف بسیار بزرگ است. اساسهای نوی مثال دموکراسی را گورباچوف چیکار کرد؟ خلق بیدار شد. خلق از آن جمله خلق تاجیک او شورایی که در وقت گورباچوف در ما برآمدن کو از خوابگران خیز همش در دوره گورباچوف گورباچوف پرقدرت بود. خاطر ما همین که همه خلق ویران کرد، ریسپوبلیکو نابود کرد. SSR بود همه بی‌ترس دیگر دولت‌ها. نهاد چی شد همه؟ خلق قشاق کرد. اساساً همه خلق روسیه هم قشاق، خلق دیگر در ریسپوبلیکو قشاق بود. به حد در پایه برقرار کردن دموکراسی گورباچوف بسیار کار بسیار کرده. برقرار کردن دموکراسی البته از همون رژیم توتالیتاری برآوردن دولت شوروی بسیار کار بزرگ کرده و با فکر من همه خیلی است که همچون شخصیت با فکر من شخص خیلی خوب بود برای که اویلادور نرد. گورباچوف خاطره های نیک است برای که این یک شخصی بود که با تمام مملکت های سابق اتفاق شوروی استقلالیت داد. ما فرض کردیم که ارمی اتحاد شوروی رو از افغانستان برآورد. خب ارمی شوروی رو از منطقه اروپا برآورد تا اینکه در روی دنیا صلح استوار باشد.